نشر کردن ویدیوها و تصاویر اطفال در شبکه‌های اجتماعی بدون اجازه والدین و یا سرپرست قانونی طفل یک عمل غیر قانونی و خلاف مصلحت اولیای طفل است. نشر ویدیوهای اطفال در صفحات اجتماعی ولو به هر هدفی که باشد کار درست نیست و مرتکبش در برابر قانون مسئول شناخته می شود. به خاطر از اینکه ویدیو، تصویر و صدا از جمله حریم شخصی هر شخص است و هیچ کس حق ندارد که بدون اجازه و رضایتش آن را به نشر بسپارد و اطفال چون سن قانونی را تکمیل نکرده در اینجا اجازه و رضایت والدین یا سرپرست قانونی شرط است که باید داشته باشد بعد به نشرش اقدام شود. حتی مسئولین مکاتب و پرورشگاه ها که اطفال تحت تربیتشان قرار دارند اجازه ندارد تصویر یا ویدیو یک طفل را بدون اجازه کتبی والدین، یکی از والدین و یا سرپرست قانونی طفل نشر کنند. به خاطر از اینکه ویدیو، تصویر و صدا از نظر به قانون از جمله اسرار شخصی هر شخص است و که هیچ کس حق ندارد که بدون رضایتش آن را نشر کنند. ماده 868 کد جزای افغانستان صراحت دارد که کسی که صدا، تصویر یا فیلم کسی را بدون رضایتش به نشر بسپارد به نحوی که سبب ضرر مادی یا سبب ضرر معنوی یا سبب هتک حیثیت شخص شود به مجازات الی 2 سال حبس و یا جزای نقدی از 60,000 الی 120,000 افغانی جریمه نقدی میشه. بنان کسی که میخواهد که البته به نیت خوب ویدیو یا تصویر یک طفل را نشر کنند باید در قدم اول اجازه کتبی یک از والدین و یا سرپرست قانونی طفل را با خود داشته باشد بعد به نشرش اقدام کند. ولی متاسفانه امتداد از یوتیوبرها به خاطر منفعت شخصی خود یا در برابر یک کمک ناچیز از اطفال مصاحبه میگیرند و مصاحبهشان در صفحات اجتماعی به نشر میسپارند بدون از اینکه اطفال آمادگی مصاحبه داشته باشند، به شکلی که یا است که اطفال در حالت گریه هستند یا است که به شکل صورت غیر منظم و لباس غیر منظم ویدیوشان گرفته می شود. اگر اطفال خودشان باشد که هرگز این کار نمی کنند و بعضا این ویدیوها سبب تمسخر و استهزای دیگران قرار می گیرد که مثال زنده از او ویدیویی که از 2 طفل یتیم پرورشگاه در کابل نشر شد تحت عنوان ده حبیب رحمان گلونه و سبب استهزا و تمسخر بسیاری از یوتیوبرهای دیگر قرار گرفت که در اینجا دیده می شود که خرد و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، هنرمند و غیر هنرمند، حتی مردمای پیر دیده می شود که در یک صحنه خراب صدای این اطفال را می مانند و مورد تمسخر قرار می گیرند که این عمل کار درست نیست و سبب هتک حیثیت طفل میشه که این در برابر قانون خودش یک جرم است. مسئول اول در اینجا کسی است که بار اول ویدیو را در صفحات اجتماعی نشر کرده و بعد این ویدیو در دیگر صفحات اجتماعی دست به دست میشه و مورد تمسخر دیگر را قرار میگیره که این کار درست نیست. و یا ویدیوی دیگر طفل دیگی که پدرش ادعای نابغه بودن طفل را داره در حالی که طفل تا هنوز بسیار خرد است تا اینکه نابغه بودن و عدم نابغه بودنش معلوم شود، تا اینکه او طفل در مکتب بره بعد از خود خلاقیت را نشان بده تا اینکه معلوم شود که آیا این طفل نابغه است یا نابغه نیست. اگر در آینده این طفل نابغه ثابت شد خب کار خوب، ولی اگر نابغه ثابت نشود این ویدیویش که به صدها ویدیو از او گرفته شده و تعداد از یوتیوبرها از این سوء استفاده کرده به خاطر منفعت شخصی خود، به خاطر که یک سوژه بر خود پیدا کنند این ویدیو را به نشر سپرده و در صفحات اجتماعی دست به دست میشه. این ویدیو سبب هتک حیثیت خودش طفل و جایگاه اجتماعی طفل را در آینده خدشه‌دار خواهد ساخت. بنان اگر کسی میخواهد که ویدیوی اطفال را نشر کنه در قدم اول باید فرم اجازه والدین و رضایت خود طفل را تکمیل کنند و اجازه کتبی والدین را داشته باشد بعد ویدیو را نشر کنند. مسئولین امور در این مورد باید بسیار زیاد متوجه باشد و اجازه ندهند که تعداد از یوتیوبرها از اطفال سوء استفاده نموده و ویدیوهایشان در صفحات اجتماعی به خاطر منفعت شخصی خود و به خاطر از اینکه بیننده زیاد داشته باشه هر نوع ویدیو را از هر طفل بگیرن و در صفحات اجتماعی نشر کنند.
در دیگه کشورها این کار بسیار زیاد جرم است و در کشور ما هم این نظر به قانون این کار جرم شناخته میشه و باید از این عمل مسئولین امور مردم را، کسایی که ویدیوهای اطفال را میگیرن باید منع کنند و اجازه ندن که از هر طفل ویدیو گرفته شود و در صفحات اجتماعی نشر شود.